به نام خداوند نان و خداوند جان. سلامی پر از درد، آه و حسرت خدمت یکایک شما عزیزان از سرزمین کوهستان و تنهایی یعنی کردستان. من عبدالمتین ریماز، جوان 23 ساله پیرانشهری هستم و خیلی خرسندم در جمع شما عزیزان حضور دارم و قراره از جزئیات زندگی آدم‌هایی براتون بگم که سالهاست وضعیت اسفناکشون خبرساز شده و هر از گاهی با تیتر بابا نان داد، بابا جان داد خبر اصلی روزنامه ها میشن. این آدم ها وقتی بار رو روی شونه هاشون میذارن به راه میفتن. راه سنگلاخ هست و صخره و پرتگاه، مسیری سخت در محاصره باد و بوران و برف. راههای دیگر رو اصلا نمیشه امتحان کرد چون نیروهای مرزی اونا رو بستن با چکمه و سلاح و فشنگ. در مورد این آدم ها حرفای ضد و نقیص خیلی زیاده، همونایی که برای نان با جان معامله میکنن، به دل کوهستان ها و کوره راه های پرپیچ و خم میزنن، از قتلگاه عبور میکنن. دارم کولبرها رو میگم. سال 95 بود که مرگ 4 کولبر در سردشت کردستان رو سیاه‌پوش کرد. کولبرانی که ریزش بهمن برای زندگی مجالشون نداد. توی همون سال کولبر نوجوان اشنویه‌ای در ارتفاعات سه‌چمان پیرانشهر با زندگی وداع کرد. سال 96 مرگ 4 کولبر دیگه توی خوی دوباره به یادمون انداخت هنوز هستن کسانی که برای نان جونشون از دست میدن. سال 97 جسد یخزده متین بدخشان، کولبر نوجوان همشهری من، کولبر نوجوان پیرانشهری، پس از 10 روز در منطقه مرزی ننون بانه پیدا شد و بسیار دیگه از کولبرانی که در دوراهی نان و جان برنگشتن. آره، کولبر باید از یک نقطه مرزی کوهستانی عبور بکنه که از دید مرزبانان پنهانه که خدایی نکرده شلیک گلوله ها تنها نانآور خانواده رو کنار تنها دوستش یعنی کوهستان زمینگیر نکنه. حرف زدن از زندگی کولبرها همین قدر هم آسون نیست، چون اگه شلیک گلوله جون سالم به در ببره سقوط از کو نفساشو میبره. گاهی هم خبر از شلیک به اسب‌هاشون میشه. کولبر زحمتکش از سر ماجراجویی کولبر نشده. کولبر زحمتکش از سر ناچاری، از ترس گریه خانواده، از سر بیپولی و نبود اعتماد به جوانان امسال من، به جوانان فوق لیسانسه و نگاه شدیداً امنیتی به این مرزها، آن هم به ناچار کولبر شده. حرفای من و تمام قلم‌ها و زبان‌های دنیا از بیان کردن درد و رنج کولبران ناتوانند. ای کاش قبل از اینکه برچسب قاچاقچی رو روی کولبران بذاریم و اونا رو با همین یه جمله پاک کنیم، فکری به حال اشتغال در این سرزمین تنها داشته باشیم. سرزمینی که صنعتی نیست، سرزمینی که جوانان جای برای اشتغال و کار ندارن. ای کاش روزی برسه که در صد هیچ اخباری مرگ کولبران نباشه و ما رو یاد این شعر شرک و بکس نندازه که میگه چه میخواهم از وطن جز خیال یا آسوده و لقمه نان. اما هر وقت صحبت از پدر و کار و کاسبی و پول و کارآفرینی و برابری و همه اینا میشه، جز یک جمله نمیتونم بگم که آری توی کردستان پدر نان داد اما پدر جان داد. جان بدین، خیلی ممنون، خواهش میکنم.